سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با من همراه باشین تا یک کتاب دیگه بخونیم. کتابی که امروز میخوایم با هم بخونیم اسمش هست با چه حیوانی دوستت دارم. نویسنده حدیث لزرغلامی و تصویرگر سنا حبیبی راد. پشت جلدم ببینیم انتشارات چکه. خب با من همراه باشید تا ببینیم این کتاب بخواد چی بهمون بگه. خدای مهربان دوستت دارم. اطلاعات چاپ کتاب. تقدیم به بابا اکبر و مامان انیس، آقا و بانوی اردیبهشتی. میاو میاو. وقتی دم در میاری و پیشی میشی دوست دارم. تیک تیک تیک. وقتی بال در میآوری و جوجو میشی دوست دارم. تق تق تق. وقتی نوک در میاری و دارکوب میشی دوست دارم. وقتی گوش در میاری و خرگوش میشی دوست دارم. وقتی نیش در میاری و مار میشی دوست دارم. قار قار قار. وقتی پر در میاری و کلاغ میشی دوست دارم. پیتکو پیتکو. وقتی یال در میاری و اسب میشی دوست دارم. به به. وقتی موهای فرفری در میاری و بابایی میشی دوست دارم. وقتی دندون تیز در میاری و شیر میشی دوست دارم. وقتی تاج در میاری و خروس میشی دوست دارم. جیر جیر جیر. وقتی شاخک در میاری و جیر جیرک میشی دوست دارم. یوهو. وقتی میخندی و خودت میشی دوست دارم. بله بچه ها، این کتاب در مورد دوست داشتن بود. شما کسی که خیلی دوستش دارین اونو به شکل چه حیوانی دوست دارین؟ با چه صدایی دوستش دارین؟ اگه دوست دارین به من بگین، خوشحال میشم نظراتتون رو به مامان و بابا بگین تا توی کامنت برای من بنویسن. به هم بگید که با چه حیوانی کسی که دوست دارین، با چه نوع حیوانی و با چه صدایی دوستش دارین. از این که با من همراه بودین خیلی ازتون متشکرم. تا کتاب بعدی، فعلا خدا نگهدار.